تصور کن هوش مصنوعی بتونه زندگی رو بفهمه. اگه کامپیوترها بتونن سلولهای بدن ما رو درک کنن چی میشه؟ اینجاست که هوش مصنوعی زیستی وارد میشه. هوش مصنوعی زیستی یعنی چی؟ هوش مصنوعی زیستی یعنی ترکیب هوش مصنوعی با زیست شناسی تا ماشین ها بتونن درباره بدن، ژن‌ها و داروها یاد بگیرن. در گذشته کشف دارو یا تشخیص بیماری ها ممکن بود سالها زمان ببره و میلیاردها دلار خرج داشته باشه. اکنون با AI این مشکل رو حل میکنه. با AI چطور این مشکل رو حل میکنه؟ الگوریتم های هوش مصنوعی داده های آزمایشگاهی رو بررسی میکنن، الگوهای پنهان رو پیدا میکنن و حتی پیش بینی میکنن چه دارویی مؤثرتره. در زمان کووید 19 دانشمندان با کمک هوش مصنوعی تونستن داروهای جدید رو خیلی سریعتر پیدا کنن. کاری که معمولاً سالها طول میکشید در چند هفته انجام شد. مدل های با AI میتونن عکس های MRI و X ray رو تحلیل کنن و نشونه های بیماری رو زودتر از پزشک تشخیص بدن. هوش مصنوعی زیستی میتونه درمانها رو ارزانتر و سریعتر کنه، از بیمارستانهای بزرگ تا مناطق فقیر دنیا. اما باید مراقب باشیم. باید مطمئن بشیم داده ها بدون خطا و سوگیری باشن. حریم خصوصی افراد حفظ بشه و از این تکنولوژی فقط برای کارهای خیر استفاده بشه. در آینده شاید یه برنامه روی گوشیمون بتونه بیماری رو تشخیص بده و درمان مناسب رو پیشنهاد کنه، فقط با یه آزمایش ساده. بایو یعنی ترکیب هوش مصنوعی و زیست شناسی برای نجات جان و ساختن آینده بهتر.